معرفی 3 فیلم شوکه کننده. بفرمایید. سلام، من نفاذ محمودی هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز من با 3 فیلم شوکه کننده و طبق روال همیشگیمون قراره که از فیلم سوم به فیلم اول که میشه بهترین فیلم شوکه کننده شروع کنیم به معرفی کردن. فیلم سوم، مگان، به کارگردانی جارار جانستون، محصول 2022 آمریکا. داستانش چیه؟ داستانش در مورد که یه دختر بچه‌ای که شخصیت اصلی فیلم قرار باشه، خانواده‌اش رو توی صحنه تصادف از دست میده و با خالش زندگی میکنه. خالش یه ربات سازه که برای شرکت اسباب بازی سازی کار میکنه و چون وقت کافی نداره با این دختر بگذرونه، مجبور میشه براش ربات طراحی کنه به شکل انسان و این ربات یه طوری باشه که بتونه احساساتو درک کنه. ولی قضیه اینه که هیچ وقت که ربات نمیتونه مثل انسان عمل کنه و یه سری اختلالاتی رخ میده. حالا این اختلالات چیه و چه مشکلاتی به بار میاره و چه فاجعه‌ای رخ میده، خودتون ببینید. I designed Megan to protect Katie from feeling lonely. She will recognize you as her primary user. And when you do that, you're gonna pair with her. It's insane, right? Oh, don't I look nice? Biting my eyes, isn't it pure perfection? Megan, your goal is to protect Katie from harm, both physical and emotional. 1, 2, 3, 4. I declare some war. I won't let anything harm you. I love her. Megan's not a person, Katie. You don't get to say that. Think that you can play with me, you better watch your back. The last thing that you hear will be my love. Megan. Don't! Stop! What the hell is that? You should probably run. Don't provoke us or we will push you downhill. فیلم دوم، نجات سربازرایان، به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و محصول 1994 آمریکا. داستانش چیه؟ داستانش در مورد اینه که وقتی که جنگ جهانی دوم شروع میشه با حمله متفقین به فرانسه که دیگه رسما استارتش میخوره، یک افسر نجات سربازرایان رو عهدهدار میشه که با 7 تا از نیروهای خودش باید این کار رو انجام بده. و فیلم اول که باید بهش لقب شوکه کننده ترین فیلم رو بدیم، فیلم قطار بوسان، به کارگردانی یانگ سونگ هو، محصول 2016 کره جنوبی، زبونش هم کره‌ایه. و داستانش چیه؟ داستانش در مورد اینه که توی شهری بیماری زامبی شیوع پیدا میکنه، ولی داستان ما توی شهر نیست، توی قطاره، قطاری که داره میره سمت بوسان. تو این قطاری که مسیرش رسیدن به بوسانه، یه نفر این بیماری رو میگیره و داره آروم آروم به بقیه هم منتقلش میکنه. و ما قراره که داستان اون عده‌ای که هنوز این بیماری نگرفتن و با افرادی که این بیماری گرفتن توی قطاران رو ببینیم که چه اتفاقی میفته، چطور از خودشون مراقبت میکنن، چطوری حواسشون هست، چطوری هوای همدیگه رو دارن. TX 406열
یه نکته در مورد این سه تا فیلمی که امروز معرفی کردم اینه که اینا حاوی صحنه‌های دلخراش و خونریزی و جنگ و ایناست. اگه تحمل دیدن این صحنه‌ها رو ندارید، پیشنهاد می‌کنم این سه تا فیلم رو نبینید و از خیلیشون بگذرید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ارادت.